نیروهای وارد به هواپیما رو قراره بررسی کنیم و چطور هواپیما به پرواز در میاد. 4 نیروی اصلی وارد به هواپیما: نیروی جلوبر یا تراست، نیروی کششی یا درگ، نیروی بالابر یا لیفت و نیروی وزن همون ویت هست. زمانی که هواپیما به جلو حرکت میکنه یعنی نیروی جلوبرنده قوی تر از نیروی کششیه و وقتی هواپیما به سمت بالا حرکت میکنه یعنی نیروی بالابر قوی تر از وزن هواپیماست. حالا بررسی میکنیم چطور این نیرو باعث اوجگیری هواپیما میشه. وقتی هواپیما شروع به حرکت میکنه با جریان هوا روبرو میشه. این جریان به تمام سطوح آیرودینامیکی هواپیما برخورد میکنه و به عنصر اصلی هواپیما که قبلا هم گفته بودم بال هواپیماست برخورد میکنه. این بالها هستن که باعث نیروی بالاور در هواپیما میشن. قبل از اینکه بگم چطور این نیرو به وجود میاد میایم اجزای بال رو بررسی میکنیم. در قسمت جلوی بال اسلت ها رو داریم که طبق تصویر دارید نگاه میکنید که باعث میشه جریان هوا به سمت زیر بال بیشتر بشه و در قسمت دوم انتهای بال فلاپ ها رو داریم که به سمت پایین حرکت میکنه و باعث میشه جریان هوا بهش برخورد کنه. باعث فشار میشه که هرچی جریان بیشتر بشه فشار زیر بالم بیشتر میشه و حالت کلی هم همیشه فشار زیر بال بیشتر از سطح بالای بال هستش. مثال ساده براتون بزنم. موقعی که دستتون رو خارج از شیشه اتومبیل نگه می‌دارید به این صورت و اتومبیل هم در حال حرکت باشه جریان هوا از بالا و پایین دستتون عبور میکنه و دستتون ثابت نگه داشته میشه و وقتی که زاویه میدین یه خورده به دستتون مثلا به پایین که حرکت بدین جریان هوا به این قسمت دست برخورد میکنه و به سمت عقب کشیده میشه. همین کاری که فلاپ هواپیما روی بال انجام میده. فلاپ به این صورت هستش و موقعی که هواپیما به سمت جلو حرکت میکنه روی بال مقداری زاویه به سمت پایین قرار داده میشه و جریان هوا به این فلاپ برخورد میکنه و فشار هوایی که باعث میشه به این فلاپ برخورد کنه هواپیما به سمت بالا حرکت میده به همین راحتی. و قسمت سوم روی سطح بال قبل از فلاپ ها اسپویلر ها رو داریم که به سمت بالا حرکت میکنن و طبق تصویر دارید نگاه میکنید و در زمان فرود از اون استفاده میشه که باعث میشه فشار روی سطح بال بیشتر بشه تا قدرت نیروی بالاور که توسط فلاپ ها انجام میشه رو کمتر کنه و در نتیجه ما کاهش ارتفاع رو در زمان فرود داریم. در انتهای قسمت طولی بال هواپیما آیرون ها رو داریم که باعث حرکت چرخشی یا رولینگ میشه. بعد از آیرون هم وینگلت رو داریم که در ویدیوهای قبلی گفتم چطور عمل میکنه، اما به طور خلاصه باعث کاهش فشار جریان هوا روی بال میشه. اما برای اینکه به هواپیما زاویه اوجگیری بدیم از دم هواپیما استفاده میکنیم. در دم الیویتور و رودر وجود داره که عمل پیچینگ و یاوینگ رو انجام میده. در ویدیوی بعد توضیح میدم چطور اینا عمل میکنن. اما برای اینکه دماغه هواپیما به بالا بیاد خلبان سطوح دم رو به این صورت که میبینید به پایین میاره و باعث میشه جریان هوا روی دم زیاد بشه و دماغه هواپیما به سمت بالا بیاد. فرض کنید وزنه بزرگی روی دم هواپیما گذاشته شده و دماغه هواپیما به سمت بالا حرکت کرده. به این قسمت که نگاه میکنید استیبلایزر میگن که در بیشتر هواپیما در حال حاضر ثابت دیده میشه، مخصوصا هواپیماهای سبکتر. اما در هواپیماهای سنگین مسافربری استیبلایزرها قابل حرکت هستند و وقتی استیبلایزر ثابت هست الیویتور که در انتهای دم هواپیما قرار داره به سمت بالا میاد و جریان هوا که با فشار همراهه به الیویتور برخورد میکنه که باعث فشار روی دم هواپیما میشه. اگه ساده تر بگم دم هواپیما رو به سمت پایین هل میده و دماغه هواپیما به بالا حرکت میکنه و اینجاست که علاقه من به علم استاتیک و دینامیک بیشتر میشه و ما تا الان بررسی کردیم چطور هواپیما میتونه با نیروهای وارده بر خودش به سمت بالا حرکت کنه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای دوستای خودتون به اشتراک بذارید.